سلام بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای روز: انتقال 25 ساکن وادی برتنگ با چرخبال. کارگران اداره آبادانی کولاب تظاهرات کردند. گلناره امیرشایه و ماهانه کارمندان بودجه را در 3 ماه یک بار می پردازند. جوابگری برای مبادله اسعار بیرون از بانک. گلرخسار برنده جایزه صلح سیمرغ شد. نتیجه نظرسنجی: روسا به امام علی رحمان اعتماد نداشتند. تاس از همکاری دو مقام افغان با داعش خبر داد. 12,000 مهاجر تاجیک از روسیه به تاجیکستان برگشتند. در عملیات قندهار افغانستان 250 نفر کشته شدند. انتقال 25 ساکن وادی برتنگ با چرخبال و سپارش امام علی رحمان. 25 از ساکنان وادی برتنگ توسط چرخبال به جای امن انتقال یافتند. قای رسولزاده با سپارش امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان توسط چرخبال به وادی برتنگ رفتند. در برابر نمایندگان وزارت و اداره ها، متخصصان سراداره گئولوژی تاجیکستان هم هستند که برای دیدن و سنجیدن کل سرس وارد هیئت شدند. منبع میگوید این گروه کاری آنجا نخست با وضع کل سرس شنا شده، بعدا با اهالی وادی برتنگ ملاقات میکنند. به خاطر کمک و دستگیری برای آسیب دیدگان، امروز معاون رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان بهروز ستارف ضمن خطبه نماز جمعه از نمازگزاران دعوت کرد با آسیب دیده های زمین لرزه در بدخشان کمک نمایند. همچنین طبق بعضی معلومات ها از رسانه های خبری، دیاسپورای تاجیکان در شهر تویر روسیه برای مبلغ گذاری و ساختمان یک مکتب در برتنگ آمادگی دیده ایستادند. حدود 30 تن از کارگران اداره آبادانی کولاب 11 دکبر با طلب معاش 5 ماهه خود در نزد بینای دادستانی و حکومت این شهر جمع آمده گفتند که اگر مقامات شهر به دادشان نرسند، آنها به نهادهای بالایی مراجعت خواهند کرد. اکثر کارمندان اداره آبادانی زنها هستند. حرم گلادینایو، یکی از کارگران اداره آبادانی، در صحبت با آزادی گفت که 5 ماه باز پول نگرفته است و از فروشگاه نزد خانه‌اش بارها با قرض مواد غذایی گرفته است. آخر آنها تا کی قرض می‌دهند؟ حالا مجبورم قرضها را برگردانم و به این خاطر طلب دارم که معاش 5 ماه هم را بدهند. آدینایو و اکثر همکارانش زنانی بیشور بوده، نگاهوبین خانه و تأمین فرزندان را به دوش دارند. او میگوید حالا هوا سرد شده است و فرزندانشان لباس گرم و پایافزال زمستانه ندارند. از ماه آگوست تا حال چندین بار از رهبران کارخانه طلب کردیم که معاشمان را دهد، اما به غیر وعده امروز و پگاه و ما چیزی ندادند، گفت او. نمایندگان دادستانی شهر کولاب به دعواگران پیشنهاد کردند که در این زمینه عریضه رسمی نویسند تا شکایت آنها بررسی شود. تا کنون رهبریت اداره آبادانی درباره مشکل کارگرانشان و همین طور علتهای تاریخی معاش آنها چیزی نگفته است. وکیل مجلس شهری پایتخت گلناره امیرشایه و در صفحه فیسبوکیش خطاب به دستگاه پرزیدنت فدراسیون فوتبال و وزارت فرهنگ گفته است در حالی که معاش کارمندان بودجوی شهر وحدت در 3 ماه 1 مرتبه پرداخت می شود، باز از این معاش با بهانه گوناگون حق می ستانند. او گفته است نمایندگان دستگاه پرزیدنت فدراسیون فوتبال و وزارت فرهنگ بخوانید چه کار شده ایستاده است. من قبلا نوشته بودم که در شهر وحدت معاش کارمندان بودجوی را در 3 ماه 1 مرتبه می پردازند. جز این آنها را مجبور می سازند از معاششان مبلغ‌های را برای کدام یک کنسرت‌ها و کدام یک دستگیری فوتبال و غیره پرداخت نمایند. هیچ شکایتی که برای ریاست شهر می رود بررسی نمی شود. گویا در بالا دستگیری خوبی دارند. روسیاهی است زمانی که آدمان چیزی برای خوردن ندارند. باز این مسخره. گلناره امیرشایه و نه تنها باتونگویی‌اش مشهور است. او چند پیش در بحث لباس پوشی و تحقیر فارسی زبانان شبکه فیسبوک سری زبان ها شده بود. دستورالعمل نامه 211 درباره ترتیب انجامدهی عملیات مبادله‌ای با اسعار خارجی ریاست بانک ملی تاجیکستان که فعالیت نقطه‌های مبادله اسعار در جمهوری را محدود می‌سازد مورد عمل قرار گرفت. متن دستورالعمل مذکور سنه 10 دکبر در نشریه حکومت جمهوریت به چاپ رسیده. در آن به امتیاز اختلاف می‌دهد که از همین سنه فعالیت تمام نقطه‌های مبادله اسعار قطع و عوض اسعارات و تشکیلات‌های قرضی در فیلیال‌های
کارهای آنها در شهر و نواحی‌های کشور انجام داده می‌توانند. بانک ملی قید می‌کند که امروز در جمهوری 124 عدد تشکیلات‌های قرضی، از آن جمله 432 فیلیال، 1233 مرکزهای خدمت‌رسانی بانکی و 1802 نقطه‌های انتقالی پول به مردم خدمت می‌رسانند که در آنها می‌توان اسعار خارجی را عوض نمود. قید می‌شود که در جای دیگر بیرون از سربانک، فیلیال، مرکز خدمت‌رسانی بانکی، نقطه انتقال پول و بانکمت و ترمینال‌ها انجام دادن عملیات مبادلوی قطعاً منع است و رعایت نکردن طلبات مذکور از جانب شخصان واقعی قانونشکنی محسوب گشته باعث جوابگری محرومی و جنایتی می‌گردد. گلرخسار صفیه شاعری سرشناس و مهرنگار بهران و فعال جامعه مدنی تاجیک برندگان جایزه بین المللی صلح سیمرغ شدند. این جایزه در 2.5 سال یک بار در بخش‌های مختلف به افراد نمایان تاجیکستان، افغانستان و ایران از سوی بنیاد بین المللی آرمانشهر داده می شود. این سال در قطار 2 نماینده تاجیکستان، 6 نماینده دیگر افغانستان و ایران نیز برنده جایزه صلح سیمرغ اعلان شده. تقدیم جایزه ها روز 10 دکبر صورت گرفته است. بنیاد آرمانشهر میگوید که این سال این جایزه به زنانی از تاجیکستان، افغانستان و ایران داده شد که پاسداران واقعی صلحند، زنانی که از جنگ و جنگ افروزی بیزارند و با ابتکار خود در مقابل آن ایستاده‌اند. این سازمان بین المللی که در پاریس و کابل دفتر دارد از نماینده تاجیکستان گلرخسار صفیه و به عنوان شخصیت نام برده است که سالها در راه خودشناسی و هویت ملی تاجیکستان تلاش کرده است. در نظرپرسی که مرکز عمومی روسیگی آموزش افکاری عموم در روسیه گذرانیده است، همگی 1% ساکنان این کشور نظر اعتماد به رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان دادند. 99% روس‌ها به حکومت و پرزیدنت تاجیکستان هیچ اعتمادی نداشتند. در رده‌بندی که این مرکز نشر کرده است، رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو با میزان اعتماد 63% روس‌ها در جای اول و رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف با 45 میزان اعتماد در جای دوم قرار دارند. امامعلی رحمان و پیاتر پروشنکو رئیس جمهور اوکراین با کسب 1% آغازها در جای آخر قرار دارند. سؤال مرکز از پرسیده شدگان این بوده است که به کدامی از پیشوایان ایدمه اعتماد بیشتری دارید؟ خبرگزاری روسی تاس روز 9 دکبر گفت که چرخبالای نظامی می-17 حکومت افغانستان برای انتقال جنگیان گروه داعش به مرزهای تاجیکستان و ترکمنستان استفاده می شوند. این خبرگزاری با تکیه به منابع خود نوشته است به عملیات انتقال جنگیان به سرحد 2 کشور آسیای مرکزی معصوم ستانکزی، سرپرست وزارت دفاع و حنیف اتمر، مشاور امور امنیتی رئیس جمهوری افغانستان و دستور بریتانیایی ها رهبری می کند. در همین حال مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان گفتند که نه فقط در مورد حضور جنگیان گروه افراطی داعش بلکه جنگیان گروه طالبان و گروه‌های دیگر تروریستی و مثل جنبش اسلامی ازبکستان در مناطق هممرز با تاجیکستان افغانستان معلومات وجود دارد و تاجیکستان در حالت آماده باش به همه گونه حملات احتمالی قرار دارد. فریدون محمدعلیف سخنگوی این وزارت 10 دکبر به آزادی گفت: به دلیل مقابله به حمله ناگهانی این گروه ها به خاک تاجیکستان مرز کشور با افغانستان تحکیم شده و در خط دوم حمایه مرز جزء اتمها، تکنیکی جنگی و چرخبال های نظامی وزارت دفاع تاجیکستان جای گرفتند. این نیروها در حالت آماده باش دائمی قرار داشته و در حالت ضروری زود به کمک نیروهای مرزبانی تاجیکستان خواهند رفت. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مستقیم دارد که روی رود آمو می‌گذرد و به دلیل ریلیف مرکب جغرافی حفاظتش مشکل است. مسئولیت حفاظت این مرز طولانی را از سال 2015 به این سو خود مرزبانان تاجیک بر عهده دارند. 12,000 مهاجر تاجیک از روسیه به تاجیکستان برگشتند. خدمات فدرالی مهاجرت یا FMS روسیه گفته است سال روان 12,000 شهروند تاجیکستان این کشور را ترک کرده است. بر اساس آمار این نهاد آغاز سال روان تعداد شهروندان تاجیکستان که در روسیه به سر می‌بردند به 1 میلیون می‌رسید، اما با دلیل بی‌ثباتی وضع اقتصادی حالا تعداد بیشتری آنها میل به برگشتن دارند.
یک سامانه مربوط به طالبان خبر داده است که در حمله آنها به فرودگاه حربی قندهار 250 نفر از اساکیر و افسران ناتو و افغان کشته شدند. این سامانه خبر داده است 3 گروه 3 نفره جمع 9 نفر طالب به این فرودگاه حمله بردند. گروه اول به آشخانه حربیان هنگام نهار هجوم برده و خبر داده است که حدود 66 نفر را کشته است. تیرپرانی بین این گروه و اساکیر ناتو و افغان 29 ساعت ادامه یافته است. گروه دوم و مرکز سودای واقع در حدود فرودگاه که حربیان آنجا اموال مورد نیازشان را می خریدند هجوم برده است. این گروه هم که گفته شده است هنگام عملیات پیوسته با مرکز اخباری طالبان در علاقه بوده است. خبر داده است که حدود 120 نفر حربیان را به قتل رسانده است. جنگ این گروه 21 ساعت ادامه کرده است. گروه سوم به دفتر قماندانی نیروی هوایی که از آن قماندان جنرال گلالی نام برده شده است هجوم برده 46 نفر را به هلاکت رسانیده است. این سامانه مربوط به طالبان افغانستان اینچنین نوشته است: هجوم کنندگان تعدادی از هواپیماهای جنگی ناتو، 30 تانک و زیر پوش و اسلحه‌های دیگر حربیان را نابود ساختند، اما دولت افغانستان شماره کشته شدگان را 40 نفر گفته است. همه حمله کنندگان در نتیجه این جنگ 29 ساعته کشته شدند. نفوذ طالبان در افغانستان روز تا روز می افزاید. تا این زمان آنها 2 ولایت هممرز تاجیکستان بدخشان و کندوز و 1 ولایت هممرز ترکمنستان فاراب را قریب پوره تصرف کردند. این برای کشورهای هممرز افغانستان نگرانی‌های زیادی را به بار آورده است. بینندگان گرامی، این بود چه خبرهای روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.